را با کسب 3 برد و 2 تساوی و 8 امتیاز در سیستم برد 2 امتیازی حفظ می‌کند. دقیقاً یک هفته بعد بازی آسان ایران از راه می‌رسد و هنگ کنگ به ورزشگاه آزادی می‌آید. با تصمیم مهاجرانی ایران در این دیدار با استفاده از چند بازیکن ذخیره وارد زمین می‌شود تا به برخی بازیکنان برای بازی حساس برگشت با استرالیا استراحت داده شود. در حضور 50,000 نفر تماشاگر، ایران در همان نیمه نخست نتیجه لازم را در مقابل هنگ کنگ به دست می‌آورد. گل اول تیم ایران در شرایطی ثبت می‌شود که ضربه غفور جهانی حتی از روی خط دروازه هم عبور نمی‌کند، اما توسط داور گل محسوب می‌گردد. پای حسین کاظرانی مدافع تیم ایران هم در این دیدار به گلزنی باز می شود و اوست که یک بار دیگر دروازه تیم هنگ کنگ را در ورزشگاه آزادی باز می کند. گل بعدی تیم ایران را غفور جهانی به ثمر می رساند. او در این مسابقه 2 گله می شود.